بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد ربي حمد الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دوستان نهایت گرامی، بینندگان شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در قسمت 57 برنامه احکام فقهی در پرتوی احادیث نبوی در خدمت شما دوستان عزیز قرار دارم و این قسمتی از برنامه ما هم ادامه امو مطالب است که در سلسله از قسمت‌های گذشته خدمت شما عرض و بیان کرده بودم. در سلسله از قسمت‌های گذشته در مورد باب صفت نماز یا چگونگی خواندن نمازی که از تکبیر تحریمه شروع میشه و با گفتن السلام علیکم خاتمه می‌یابد، این احکام را که از تکبیر تحریمه چگونه گفته شود و حکمش چی است و همچنان خواندن سوره فاتحه و حکمش و ضم سوره و حکم آن و همچنین قیام و بعد از او رکوع و سجده و ادعیه‌ای که در رکوع و سجده خوانده میشد و همچنین تعدیل ارکان و ادعیه‌ای که بین سجده و دو سجده و بین رکوع و سجده خوانده میشد و همچنین بعد از او قعده و حکم قعده و ادعیه‌ای که در قعده خوانده میشود مانند تشهد و درود بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و ادعیه دیگر. این مسائل را در سلسله از قسمت‌های گذشته خدمت شما در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عرض و بیان کرده بودم و به ادامه امو مطالب این قسمت ما هم در مورد سلام گشتاندن که وقتی که انسان در قعده مسلمان نمازگزار در قعده آخر می نشیند و از خواندن تشهد و درود بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و ادعیه دیگر فارغ می شود، کاری که انجام میده دو سلام گشتاندن به طرف راست و چپ است و در مورد گشتاندن سلام و حکمی از او و چگونگی گشتاندن سلام و لفظ سلام و همچنین بعد از گشتاندن سلام ادعیه‌ای که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ادعیه را بعد نماز می‌خواندند و به صحابه کرام تعلیم می‌دادند. این مطالب را در این قسمتی از برنامه خدمت شما به حول و قوت الهی عرض و بیان میکنیم و در مورد سلام دوستان عزیز احادیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده، هم احادیث قولی و هم احادیث فعلی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث فرمودند، حدیثی که اصحاب سنن او را از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت میکنند که ایشان فرمودند تحلیلها التکبیر، تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، که نماز با گفتن الله اکبر با گفتن تکبیر تحریمه حرام میشه، هر آنچه که در بیرون نماز حلال است و بر انسان حرام میشه و با گشتاندن السلام علیکم حلال میشه، هر آنچه که در داخل نماز بر انسان از امور خارجی حرام بود و حلال میشه. پس این قول رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به این دلالت میکند که در آخر نماز یا حلال شدن نماز یا اینکه انسان با گشتاندن السلام علیکم از نماز خارج میشه. و همچنین حدیث دیگری که او را امام ابو داود با اسناد صحیح از صحابی جلیل القدر وائل بن حجر روایت میکند که ایشان فرمودند صلیت مع النبی صلی الله علیه و سلم فکان یسلم عن یمینه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و عن شماله السلام علیکم و رحمت الله. حضرت وائل بن حجر رضی الله عنه فرمودند که ما با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همراه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز خواندم و دیدم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم طرف راست خود سلام گشتاندند و چنین گفتند که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و همچنین به طرف چپ خود سلام گشتاندند و چنین گفتند که السلام علیکم و رحمت الله. پس این حدیث هم دلالت میکند هم به اینکه خارج شدن از نماز توسط سلام می باشد و همچنین به لفظ سلام دلالت میکند که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته است و لفظ برکاته در این روایت وائل بن حجر آمده و در روایت دیگری نآمده، لذا امام صنعانی میگه که حدیث سلام تقریبا از 15 صحابه روایت شده که بعضی به درجه صحت میرسه و بعضی به درجه حسن و بعضیش به درجه ضعیف و در تمام روایتاش
فقط امین قدر است که السلام علیکم و رحمت الله بدون ذکر و برکاته و فقط لفظی و برکاته در حدیث وائل بن حجر ذکر شده و حدیث وائل بن حجر به اسناد صحیح است، اسنادش صحیح است، لذا عمل کردن به این حدیث هم بهتر و خوب است. همچنانه که امام علی میگه پس کسی که فقط اختصار به این میکنه که السلام علیکم و رحمت الله اشکالی نداره و کسی که اضافه و برکاته هم میکنه اشکالی نداره که میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و همچنین اصحاب سنن از صحابی جلیل القدر عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت میکنند که ایشان فرمودند ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یسلم عن یمینه و عن شماله حتی یرى بیاض وجهه السلام علیکم و رحمت الله. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمودند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در آخر نماز هم به طرف راست خود سلام میگشتاندند و هم به طرف چپ خود به اندازه روی خود را میگشتاندند که سفیدی روی مبارکشان دیده میشد. یعنی کسانی که در صف اول ششته بودند سفیدی روی مبارکشان را میدیدند و میگفتند که السلام علیکم و رحمت الله. و همچنین امام مسلم و امام نسائی از صحابی جلیل القدر سعد بن معاذ روایت میکند که ایشان فرمودند رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم یسلم عن یمینه و عن شماله حتی کأنی انظر الى صفحة خده. من رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را دیدم که در آخر نماز هم به طرف راست خود سلام میگشتاندند و هم به طرف چپ خود و به اندازه روی خود را میگشتاندند طرف راست و چپ که رخسار مبارکشان دیده میشد. کسایی که در صف اول نشسته بودند روی مبارک خود را به این اندازه میگشتاندند که رخسار مبارکشان را میدیدند. پس بنا به این احادیث قولی و فعلی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مورد سلام گشتاندن وارد شده، عده از علما از جمله امام شافعی رحمت الله علیه و امام اوزاعی و علمای دیگری قولشان این است که سلام گشتاندن در آخر نماز حکمش واجب است و امام نووی میگه که این قول جمهور علما از تابعین و صحابه و فقها است و عده از علما از جمله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و مذهب حنفی رحمهم الله قولشان این است که سلام گشتاندن در آخر نماز واجب نیست بلکه سنت است. به این معنی که کسانی که قول به واجب دارند به این معنی مفهومش این است که اگر کسی قبل از گشتاندن سلام و بعد از خواندن تشهد به وضو میشه نمازش ناتکمیل است، باید وضو کنه، آمده نماز خود را دوباره اعاده کنه. و اما کسایی که قول به این دارن که نماز سلام گشتاندن واجب نیست بلکه سنت است، به این معنی است که اگر کسی بعد از خواندن تشهد و قبل از سلام گشتاندن به وضو میشه نمازش تکمیل است و ضرورت به این نداره که دوباره وضو کنه و نماز خود را اعاده بکنه. و امام ابو حنیفه یا مذهب حنفی که قول به سنیت سلام دارن دلیل گرفتن به حدیثی که او را امام ترمذی از ابن عمر عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت میکند که ایشان فرمودند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا رفع الامام رأسه عن السجدة وقعد ثم احدث قبل التسلیم فقد تمت صلاته. وقتی که امام سر خود را از سجده بلند میکند و به تشهد می نشیند و تشهد را می خواند لیکن قبل از سلام گشتاندن به وضو می شود نمازش تکمیل شده است. و همچنین دلیل گرفتن به حدیث مسیء الصلاة که ما قبلا چند بار را ذکر کردیم، حدیث مشهوری است در باب نماز که رسول اکرم صلی الله علیه و آله وقتی به این شخص طریقه نماز خواندن را واجبات نماز را یاد دادن، در جمله واجباتی که به این شخص یاد دادن سلام گشتاندن میگویند که نبود. لذا علمای احناف قولشان این است که سلام گشتاندن در نماز سنت است، واجب نیست. اما جمهور علما که قول به وجوب سلام گشتاندن دارن گفتن که حدیث عبدالله ابن عمر رضی الله عنه که امام ترمذی را روایت میکند حدیث ضعیف است و مضطرب السند است و امام ترمذی خودش هم قول به ضعف این دارد و میگوید که این سند هذا حدیث لیس بقوی، حدیث است که از نگاه سندی قوی نیست، لذا این حدیث ضعیف است در مقابل احادیث دیگری که آمده استدلالش ضعیف، استدلال به این ضعیف می باشد، لذا قول به وجوب سلام گشتاندن دارند. و بعد از اینکه نمازگزار سلام میگردانه ادعیه از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم
ثابت شده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از گشتاندن سلام از نماز، که البته وقتی نماز به اطلاق ذکر میشه نماز فرضی است، یعنی وقتی که از نماز فرضی سلام میگشتاندن، ادعیه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این دعا را بعد از نماز فرض بعد از سلام گشتاندن میخواندن و همچنین به صحابه کرام تعلیم میدادن، چون نماز صلات خودش به معنای دعاست و نماز یا بعد از نماز یکی از جمله مواضعی است که مورد قبول دعاست، یکی از جمله جاهایی که زیاد احتمال است که الله متعال قبول دعای انسانی مسلمان را قبول کند بعد از نماز فرضی است و دعا در اسلام جایگاه و اهمیتی بزرگی دارد. لذا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای امت خود این را آموختندن که وقتی که شما سلام میگردانین از نماز فرضی و بعد از نماز فرضی یکی از جاهایی است که زیاده احتمالی است که خداوند متعال دعای انسان مسلمان را قبول کند، لذا شما این دعا را بعد از نماز فرضی بخوانید تا که مورد دعا قبول الله متعال قرار گیرد. و دعا دوستان عزیز در اسلام جایگاه و فضیلت و برتری زیادی دارد. از جمله برتری های دعا این است که دعا خودش عبادت است و از جمله افضلترین و معززترین و مکرمترین عبادت ها در نزد الله متعال است. خداوند متعال می فرماید که وقال ربکم ادعونی استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتی سيدخلون جهنم داخرین. خداوند متعال فرمود که وقال ربکم، پروردگار شما برای شما گفت ادعونی استجب لكم، شما فقط من را بخواهید و من دعای شما را قبول میکنم. بعد از او گفت ان الذين يستكبرون عن عبادتی، کسانی که از دعای من استکبار میکنند، من را در دعای خود نمیخوانند، کسانی دیگری را در دعای خود میخوانند، سيدخلون جهنم داخرین، یقینا داخل جهنم کرده میشوند در حالی که اونها ذلیل و خوار هستند. و مفهوم این آیه کریمه را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثی که او را امام ابو داود و امام ترمذی از صحابی جلیل القدر نعمان بن بشیر رضی الله عنه روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند الدعاء هو العباده، دعا عین عبادت است. و امام خطابی در معنای این میگه که ای اعظم عبادت و افضلها، مفهوم قول رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که الدعاء هو العباده این است که دعا بزرگترین عبادت و افضلترین عبادت است. بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این آیه را خواندند که ادعونی استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتی سيدخلون جهنم داخرین. مثل که این حدیث را رسول اکرم، این آیه را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تفسیرش را بیان کردند که تفسیر این آیه این است که دعا خودش افضلترین و برترین عبادت هاست. وقتی که دعا عبادت است و از جمله افضلترین عبادت هاست و عبادت جز به الله متعال به کسی دیگری درست نیست، پس دعا کردن، نیایش کردن، بالا کردن دسته ها جز به درگاه الله متعال به درگاه کسی دیگری درست نیست و ناجایز است و بزرگترین ظلم است که انسان بر نفس خود میکند. الله متعال میفرماید و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. هنگامی که بندگان من در مورد من از تو میپرسند رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، پس من قریب هستم، برشان بگو که من به شما خیلی نزدیک هستم. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، و کسی که من را میخواهد من دعای از او را اجابت میکنم. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، پس باید بندگانم فقط از من بخواهند و فقط به من ایمان بیارن لعلهم یرشدون، تا که راهیاب شوند. و همچنین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام ترمذی و ابن ماجه و امام حاکم، امام ترمذی و امام احمد او را از صحابی جلیل القدر ابن عم النبی صلی الله علیه و سلم روایت میکند، عبدالله ابن عباس، که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به عبدالله ابن عباس چند وصیت میکنند. در جمله وصیت های خود میگن که و اذا سألت فاسأل الله و اذا استعنت فاستعن بالله، تا اگر وقتی که سوال میکنی فقط سوالت از خدای متعال باشه، از کسی دیگری غیر از الله متعال سوال نکن، دست نیایش خود را جز به درگاه الله متعال به درگاه کسی دیگری بلند نکن. و اذا استعنت فاستعن بالله، و همچنین وقتی که تو کمک میخواهی جز الله متعال از درگاه کسی دیگری کمک نخواهی، که عین مفهوم آیه قرآن کریم است سوره فاتحه که ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما فقط تو را عبادت میکنیم و فقط از تو کمک میجوییم. لذا
الله متعال کسی که جز او کسی دیگری را در دعای خود میخواند و او را در گمراهی ظاهر و آشکار میداند که کسی که جز من کسی دیگری را میخواهد غیر از الله متعال کسی دیگری میخواهد او در گمراهی آشکار است. و من اضل ممن یدعو من دون الله من لا یستجیب له الى یوم القیامة و هم عن دعائهم غافلون. و کیست گمراه تر از کسی که کسانی را میخواهد که تا روز قیامت دعای از او را اجابت کرده نمیتوانند. هیچ کسی گمراهتر نیست از او کسی که جز الله متعال کسانی دیگری را در دعای خود میخوانند. من دون الله شامل هر چیزی میشه که غیر از خداوند بوده باشد، چون اون پیغمبر بوده باشد یا ولی بوده باشد یا قبری بوده باشد یا صنم و بتی بوده باشد یا هر انسانی بوده باشد که غیر از خدای متعال خواسته شود شامل از اوست. و این آیت شامل از او می شود و این وعید شدید که خداوند متعال این شخص را گمراه ترین انسان ها خوانده و شامل شخصی می شود که دست نیایش را بجز درگاه الله متعال به درگاه کسی دیگری، چه پیغمبر چه ولی و چه قبر و چه جن و چه انس، به هر کسی که دست نیایش خود را بلند کند این وعید شدید شامل از او شخص می شود. و خداوند متعال ما و شما را از این وعید نجات بدهد و توفیق بدهد که دست نیایش خود را بجز درگاه الله متعال به درگاه کسی دیگری بلند نکنیم. و بعد از دیدن یک برنامه کوتاه دوباره خدمت شما هستم با ادامه این مطلب. با ما باشید. عمر خود را غنیمت شمارید. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حالی که مردی را نصیحت می کردند خطاب به وی فرمودند 5 چیز را پیش از رسیدن به 5 چیز غنیمت بشمار: جوانیت را قبل از پیری و تندرستیت را قبل از بیماری و توانگری را قبل از تهیدستی و فراغت را قبل از گرفتاری و زندگیت را قبل از مرگ. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه می فرمودند من بدم می آید از انسانی که او را بیکار می بینم، نه به کار دنیا مشغول است و نه به کار آخرت. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیز هستم. در قسمت اول قبل از میان برنامه خدمت شما عرض کردم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که از نماز سلام میگشتاندن ادعیه‌ای را میخواندن و به صحابه کرام تعلیم میدادن، چون نماز فرضی بعد از نماز فرضی یکی از جمله جاهایی است که مورد دعا در اینجا مورد قبول درگاه الله متعال قرار میگیرد. و گفتم که دعا در اسلام از اهمیت و فضیلت برتری های زیادی برخوردار است. از جمله این است که بهترین و افضلترین عبادت هاست، پس باید فقط از الله متعال خاص و فقط دست ناعیش را در دعا به درگاه الله متعال بالا کرد. و کسی که بغیر درگاه الله متعال به درگاه کسی دیگری دست ناعیش را بالا میکند او را خداوند متعال گمراه ترین انسان خوانده است. و از جمله اهمیت و فضیلت دعا این است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که دعا معززترین و مکرمترین عبادت در نزد الله متعال است. در حدیثی که امام ترمذی و امام حاکم را روایت میکنند رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لیس شیء اکرم علی الله من الدعاء، هیچ چیزی معززتر و مکرمتر و افضلتر در نزد خدا از دعا نیست. و همچنین از جمله اهمیت و فضیلت دعا این است که خداوند متعال با واسطه دعا مصائبی که بر انسان رسیده، مشکلاتی که بر انسان رسیده، انسان در زندگی خود با مشکلات و با گرفتارهایی که دچار شده
توسط دعا اون گرفتاری ها و مشکلات را از انسان دور میکند و همچنین توسط دعا مشکلاتی که بر انسان در مستقبل و در آینده میرسد الله متعال او انسان را با واسطه دعا از این مشکلات دور میکند و این مشکلات را از بنده مؤمن خود با واسطه دعا دور میکند. این مطلب در حدیثی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امام ترمذی و امام حاکم از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت کردند که ایشان فرمودند لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر. قضا و قدر الهی را غیر از دعا چیزی دیگری رد نمیکند. یگانه چیزی که قضا و قدر الهی را از انسان رد میکند دعای از اوست که به درگاه الله متعال همیشه به خیر دنیا و آخرت خود دعا و نیایش کند و همچنین در عمر انسان زیاده نمی کند یا عمر انسان را برکت نمی اندازد مگر بر و احسان خصوصا به والدین و خویشاوندان و اقارب و مسلمان ها. و همچنین در حدیثی که امام بخاری در ادب مفرد و همچنین امام احمد در مسلم در مسند خود او را روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث. هیچ مسلمانی دعا نمیکند و در دعای از او گناهی نمی باشد، دعای به گناهی نمی کند یا دعا به قطع صله رحمی نمی کند مگر اینکه الله متعال یکی از سه عاقبت و سرانجام را برای از او نصیب میکند. یعنی دعای از او از سه حالت خالی نمی باشد. اول اینکه یعجل بقبوله، الله متعال دعای از او را زود قبول میکند. درباره مثلا به مغفرت گناه های خود دعا کرده خداوند متعال گناه از او را میبخشد. مشکلی برای از او پیش شده خداوند متعال توسط گناه مشکلی از او را دور میکند. مسافری از او در راه در سفر از او خبری نیست خداوند متعال توسط دعا مسافر از او را برمیگرداند. هر مشکلی که داره خداوند متعال توسط دعای از او مشکل از او را رفع میکند. این حالت اول یا عاقبت و سرانجام اول دعاست. و دومش است که یدخر له فی الاخره، دعای از او را ذخیره آخرت از او میکند. توسط دعا اگرچه مشکل از او رفع نمیشود لیکن توسط دعایی که کرده خداوند متعال اجر و ثواب بر از او میبخشد که ذخیره آخرت از او میگردد. و حالت سوم این است که یصرف عنه السوء، توسط دعا عواقب بدی که در مستقبل منتظر است، قضاهای بدی، قضا و قدر بدی که در مستقبل منتظر است، توسط دعا خداوند متعال این قضا و قدر بد را، این عواقب بد را از او دور میکند. و بعد از این صحابه کرام فرمودند که اذا نکثر، ای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مادامی که دعا اینقدر فضیلت دارد، اینقدر اهمیت و اینقدر برتری دارد، باید ما زیاد دعا بکنیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که فالله اکثر، شما هر قدر که دعا زیاد بکنین لطف و مرحمت خداوند متعال همون قدر از او قدر بیشتر و به نهایت است. هر قدری که دعا بکنین همون قدر لطف و مرحمت الله متعال، مغفرت الله متعال، بخشایش الله متعال، کرم الله متعال شامل حال شما میگردد. و همچنین از جمله فضایل و برتری ها و اهمیت دعا در اسلام این است که دعا سبب این است که الله متعال رعایت خود را، عنایت خود را شامل حال اون شخص دعا کننده بگرداند و او شخص دعا کننده را مورد رحمت و مورد بخشایش خود قرار میدهد و از دعا سبب می شود که خداوند متعال او را نگاه میکند شخص دعا کننده را و مورد غضب خود قرار نمیدهد. خداوند متعال میفرماید قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، خداوند چی پروای شما را دارد اگر دعای شما نمی بود؟ اگر دعای شما نمی بود خداوند در هلاکت شما هیچ پروایی نداشت که شما را هلاکت میکرد. دعای شما سببی عزیز که شما را خداوند متعال هلاک نمیکند. و همچنین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند در حدیثی که امام ترمذی او را روایت میکند که من لم یسأل الله یغضب علیه، کسی که از الله متعال سوال نمیکند دست نیایش خود را در درگاه الله متعال به درگاه الله متعال بر نمیکند، خداوند متعال بر بالای از او غضب میکند. و خلاف انسان ها که وقتی که از انسان سوال کردی غضب و قار می شود، لیکن الله متعال وقتی که از او
هر قدری که تو زیاد سوال میکنی، هر قدری که به درگاه از او زیاد دعا میکنی، همه قدر خداوند متعال از پیش تو خوش میشود. و اگر از الله متعال سوال نکردی، تو مورد غضب و قهر الله متعال قرار میگیری و الله متعال بر بالای تو غضب و قهر میکند. و علما بنا به احادیثی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده برای دعا آداب ذکر کردن. جمله آداب دعا این است که با اخلاص باید بوده باشد. دعا وقت با اخلاص و فقط از الله متعال بوده باشد، همچنانی که یونس علیه السلام وقتی که در بطن ماهی، در شکم ماهی قرار گرفت، از اونجا با اخلاص وقتی که دعا کرد لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، ای الها، ای بار الها، غیر از تو الهی نیست و ما جمله ستمگاران بر نفس خود هستم. و همون بود که الله متعال دعای از او را قبول کرد. و همچنین ایوب علیه السلام وقتی که بعد از چند سال بیماری و مریضی به درگاه الله متعال با اخلاص دعا میکند، الله متعال دعای از او را قبول میکند. و ابراهیم علیه السلام همچنان وقتی که با آتش انداخته میشود و جز الله متعال هیچ کسی دیگر را نمیخواهد، اخلاص از او فقط متوجه الله متعال است، همیشه که الله متعال دعای از او را قبول میکند. پس شرط قبول دعا یا که از آداب دعا این است که دعا با اخلاص باید بوده باشد. و همچنین جمله آداب دعا این است که باید انسان با تضرع و عاجزی دعا بکند، با تضرع و عاجزی و مسکنه دسته های خود را به درگاه الله متعال بالا کرده دعا کند. ادعوا ربکم تضرعا و خفیه. خداوند متعال میفرماید که شما پروردگار خود را با تضرع، با عاجزی و با انکسار بخواهید و دعا کنید. و همچنین از جمله آداب دعا این است که وقتی که انسان دعا را شروع میکند اول با حمد و ثنای الله متعال و با درود بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شروع کند و در آخر هم باز درود بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بفرستد. و همچنین از جمله آداب دعا این است که وقتی که انسان دعا میکند در دعای خود الحاح بکند. همچنان که در حدیث آمده رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که الحوا فی الدعاء، شما وقتی که از الله متعال چیزی میخواهید در دعای خود الحاح کنید، یعنی مثلا یک دعا را چند بار تکرارا ذکر بکنید. و همچنین جمله آداب دعا این است که انسان در دعای خود توسل به اسماء و صفات الله متعال بکند. مثلا میگه که یا غفار اغفر لذنوبی و یا رحمان ارحم علی و یا رحیم. همچنین هر دعایی که مناسبی از او اسم و صفت الله متعال است با ذکر اسم و صفات الله متعال در ابتدای دعا و یا در انتهای دعا توسل بجوید تا که دعای از او مورد قبول درگاه الله متعال قرار گیرد. و همچنین علما بنا به احادیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده اوقاتی را تعیین کردند که در این اوقات اجابت دعا گفته می شود که امید بیشتر است که در این وقت انسان وقتی که دعا میکند دعای از او مورد قبول درگاه الله متعال قرار گیرد. از جمله این اوقات وقت سحر است، وقت قبل از نماز فجر، وقت سحری که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام مسلم روایت میکند میفرماید ان فی اللیل لساعتا، که در شب یک ساعتی هست که وقتی که بنده مسلمان در او ساعت هیچ چیزی از الله متعال نمیخواهد مگر او قبول می شود به درگاه الله متعال. و فرمودند که این وقتی سحر است، وقتی که آخر شب است قبل از نماز فجر. و همچنین در روز جمعه یک ساعتی است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که در این ساعت وقتی که انسان مسلمان هر دعایی که میکند دعای از او مورد قبول درگاه الله متعال قرار میگیرد. یعنی حدیث را هم امام بخاری روایت میکند و علما فرمودند که این ساعت آخر روز جمعه است، یعنی قبل از غروب روز جمعه و اقوال دیگری هم موجود است. و همچنین از جمله وقتهای قبول دعا وقتی بین اذان و اقامت است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام ترمذی را روایت میکنند میفرماید لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامه، دعایی که در بین اذان و اقامت کرده می شود و دعا رد نمی شود. و همچنین از جمله اوقات دعا کردن بعد از نمازهای فرضی است که مورد بحث ما قرار دارد. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام مسلم روایت میکنند میفرماید که صحابه کرام از ایشان پرسیدند که ای دعای اسمع، کدام دعا زیاد شنیده می شود در درگاه الله متعال؟
کدام دعاست که زود در درگاه الله متعال قبول می شود؟ رسول اکرم صلی الله علیه و فرمودند جوف اللیل الاخیر و دبر الصلوات المکتوبه، دعایی که در آخر شب کرده شود و دعایی که بعد از خواندن نمازهای فرضی کرده شود. این دعا زود به درگاه الله متعال مورد استجابت قرار می گیرد و الله متعال این دعا را قبول می کند و دعای این شخص برای شخص مفید واقع می شود. و همچنین جمله اوقات دعا در وقت سجده است، وقتی که انسان سر خود را به درگاه الله متعال در زمین به سجده میگذارد. لذا رسول اکرم صلی الله علیه و میفرمایند که اقرب ما یکون العبد الى ربه حین یکون ساجدا فلیکثر من الدعاء. نزدیکترین وقتی که انسان به پروردگار خود می باشد، بسیار به پروردگار خود نزدیک می باشد، در وقت سجده است. وقتی که سر خود را به درگاه از او به سجده میگذارد، پس وقتی که انسان سجده میکند باید زیاد دعا بکند تا که مورد قبول درگاه الله تعالی قرار گیرد. وقت برنامه ما در اینجا به پایان میرسد و با تا قسمت آینده با شما خداحافظی میکنم و در قسمت آینده هم ادامه این مطلب را ادعیه‌ای که در احادیث صحیحه از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده که بعض نمازهای فرضی میخواندن و به صحابه کرام تعلیم میدادن، این ادعیه را در قسمت آینده این برنامه خدمت شما ان شاء الله عرض بیان خواهم کرد و تا با وقت الله حافظ و نگهبانتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.